در پی یک اقدام بحث برانگیز جمع‌آوری فطری روزه در تاجیکستان بیشتر از 42 میلیون سومانی مبلغ جمع‌آوری شده است. مسئولین کمیته کوربادین میگویند این مبلغ‌ها برای کمک به عائله‌های نیازمند صرف شدند. که مثلا مردم فطری روزه رو به اتحادیه دینی صرف می‌کردن یا دیگری یا با یک کسی که سازوار نبودند، این حالت‌ها بود. همین توصیه خیلی هم فرهنگ پرداخت کردن فطری روزه رو بالا بود. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته کوربادین در نشست خبری این نهاد مجبوری بودن جمع‌آوری فطری روزه را رد کرد و آن را یک اقدام اختیاری از جانب رهبریت کشور خواند. عکس‌العمل خوب هم داد که مردم در بسیار حالات‌ها نمی‌دونستند که در همون فطری روزه رو به کی دهند و فرهنگی درست یا چگونه به کی پرداخت کردن فطری روزه نبود و یگان خیلی نقشه هم یگان خیلی دورنما هم برای فطری روزه برای کدام ناحیه و کدام اداره و کدام تشکیلات معین نگردیده است و معین هم نمیگردد. مسئله جمع‌آوری فطری روزه بحث گرم را در نشست خبری کمیته دین به میان آورد. اما رئیس این نهاد گفت آنها تنها به ساکنان توصیه دادند که فطری روزه را به کی سپارند. سلیمان دولتزاده با اشاره به بعض موردهای مجبوری شدن جمع‌آوری فطری روزه گفت از روی برخی رفتارها نمیتوان این معرکه را مجبوری خواند.